السنين. Что хочешь сказать? Я устал. Устал? Давай выйди. Сколько можно меня мучать? Я тебя не Сколько мучаю. можно меня мучать? Я тебя предупреждал, чтобы ты вышел с нее. Я так Я тебя предупреждал, чтобы ты вышел с нее. Бойся Аллаха, выйди с нее. Больше не возвращайся к ней. آیا همین جنیات میتواند مثال باعثی دردی سری آدم شد؟ مثلا همین سر درد میکند، میتواند به سر آدم ضرر رساند بغیر از دیگر جاهایش مثلا؟ بله، جین ها باعث ضرر انسان ها شدنشان احتمال زیاد دارد. بنابراین همین دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم تعلیم دادن همش برای ایمن ماندن از ضرر جین ها. علل خصوص وقتی که به حاجت خانه می در آمدن بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث میگفتن. به نام الله می درایم، ای الله من از جین های نارماده به تو پناه می طلبم. در حاجت خانه جین هست. وقتی که این دعا را گفتید آنها ضرر نمی رسند. و اینچنین گفتن که سطر مابین عورت انسان و چشم جین ها کلمه بسم الله است. وقتی که بنده سر و لباسش را می کشد پیش از کشیدن بسم الله گوید باید، تا اینکه جین ها نظر کرده نتوانند. جین ها میگویند به نظر کردن عورت انسان این ذوق دارد و وقتی که نظر کردن بعد احتمال است که عاشق شود، احتمال است که یگان ضرر رساند یا از همون سوراخی ها درآید. بنابراین دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم همش برای محفوظ ماندن از جن و شیطان ها. وقتی غروب آفتاب میشد کودکاتون از کوچه برآمدن منع کنید. در این وقت شیطان ها پهن میشود، در کوچه ها پوری شیطان میشود. نزدیکی های اذان شام وقتی که غروب آفتاب میشد این وقت کودکاتون از کوچه برآمدن منع کنید. وقتی انتشار شیاطین است. همه این حدیث ها برای محفوظ ماندن از شر جن ها هست. بله برادر.